سلام دوستان، چطورید؟ خوش اومدید به پارت 4 از یورو تراک سیمولاتور 2 از رومانیا به سمت برلین. بریم که داشته باشیم پارت دوم اول اگه ندیدید میتونید بیاید داخل کانالم و تماشا کنید. بریم چه باید بستی بخوابیم اول شرمنده شب میشه تمام. ساعت 12 شب شد، همه جان تاریک. بریم که ادامه مسیر رو داشته باشیم تو این تاریکی، داشته باشیم ادامه مسیر رو. ماشین باد نداره بچه، آره چکار نمیشه. بچه نگاه کنید، اگه بشه بچه دیدید سوبالا خودکار قطع شد، دقت کنید دوباره خودش بس شد. من بدون که هیچی دست بزنم، شما فقط کافیه که سوبالا بزنید و ماشین از روبرو خودش بیاد، خودکار قطع میکنه. باز ماشین بیاد بچه بهتون میگم. چه شب ترسم. وای بچه، میخواستم براتون چراغش رو تست کنم سوبالاش. بچه اینجا زیاد شبش به درد بخور نیستش. فرض کنید ماشین من هیچ چراغش روشن نیست، چجوریه؟ وقتی سوار میکنید چراغ رو بزنید، جنم سوبالا باز ایشالله از ماشین از روبرو بیاد بهتون نشون میده. باز جفرم دیگه چی بگم من از این ماشین. خلوته بچه، فقط خودم تو جاده یک دونه سواری هم پشت سر مونه دیگه. تقریبا میشه گفت جاده مال خودمونه. بچه دست زدم به چیه، سوبالا خودش قطع شد، دوباره بس شد. چه گاز نمیخوره باشه. سرباله تعجب کردم. مطمئنید چه ماشین با مشکل خورد، گاز نمیخوره، باور کنید. چه واقعا با مشکل خوردش. جوفرم هم بزنم احساس کنم خراب شد. فقط بریم کنار ماشین رو هدایت کنیم سمت. وای نسا وای بریم رو آقا. بتون آقا سریع باید دستتون رو بکشید و صدای موتور رو چک کنید. گاز نمیخوره اصلا ماشین. چه گاز نمیخوره، مشکل خورده ماشین، واقعا با مشکل خورد. توی این راه ترافیک را خراب شده بچه ها. وای بچه بگو نزن دیگه، نمیبینی خراب شد. چه ماشین رو بزنیم کنار. گاز نمیخوره بچه، بزنیم کنار حداقل بقیه برن
تا یک فکر نیست حالش بکنیم بچه وای. ببینیم بچه ها تا همون بالا نمیره ماشین. بریم حداقل به تعمیرگاه خودمون رو برسونیم. وای بچه ماشین واقعا راست بود خراب شده. موتور چکش هم اومده. چرا چشم بنزین داره؟ واقعا بچه خراب شده. همین الان وقت خراب شدنش بود. شما بگید بچه. بچه ها خوشبختانه تعمیرگاه جلو راه همونه. میریم تعمیرش کنیم. بریم که داشته باشیم. شب دردسرت رانندگی درسته همینطور. باید بریم راست. بله این توی گازیم چرا مشکل برو با خود شد بزنیم ماشین رو تو تعمیرگاه سرویس کنیم. همه چی شد 24%. نه چجوری؟ نه واقعا باز خدا رو شد همه چیز سرویس شد. بریم ادامه مسیر دور بزنیم. بریم دیگه بچه وای نیستیم سنجا خودمونشیم واسه شانس. برو مشکل چی بار. برو بریکل. چه فکرم ماشین باد نداره مشکل پیدا کرده. این چی بود بچه؟ چه توی مقام ماشین میزنیم تو خلاصی یکم گاز میدید میبینید که داره باد میشه. شانس که ما داریم. همون موقعی که تصادف کرد باید شد دیدیم که شانس باز بادش شما دعا کنید باز خانهش بادش. بابا بچه مشکل پیدا کرده باشه چیکار کنیم؟ چون نمیتونم بیام عقب برم عقب میره خدا رو شکر عقب میره جلو نمیاد. ماشین رو یه فکر کنم تریلر شب سرویس نمیشه. این 6% چجوری؟ این هم که مشکل ندارم دوباره عوض کن. فول داریه دیگه دوباره ببینم تریلر که نمیشه. این مشکل از کجاشه؟ باد خالی کرد آره چه بازم مشکل باد داره. نه خوشبختانه نداره بچه باز داره برو دیگه برو چه ماشین 1 کیلومتر داره راه برو باریکلا برو
برو تو میتونی. برو راه افتاد بچه. باز ماشین مشکل پیدا کرد. برو نمیدونم اما چه مشکل از چشه. برو برکله. برو تو میتونی. برو بچه راه افتاد. ای باز خراب نشه. خوشبختانه راه افتاد. خوشبختانه بچه دیدی ماشینمون خراب شد. وقتی یعنی تصادف نکنید برین. گاڑی ما چه رنگش آبیه. من تازه دقت کردم. میریم تو رو استراحت کنیم. خوش اومدید به این پارت بچه ها. پارت 4 اگه خوش اومد لایک فالو یادتون